درود، وقتتون بخیر. خوش اومدید به جلسه دهم آموزش طراحی سایت با وردپرس. توی این جلسه میخوایم یاد بگیریم که چطور وارد پنل مدیریت وردپرس یا همون پیشخوان وردپرس بشیم. قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم، من این توضیح بهتون بدم. شما وقتی که یک هاست خریداری میکنید، یه دامنه خریداری میکنید، قاعدتاً از یک شرکتی خریداری کردید دیگه. اون شرکت توش ثبت نام کردید و این دامنه ها رو اونجا خریداری کردید. البته ممکنه دامنه رو یک شرکتی خریداری کرده باشه که خودش یک پنل مدیریتی جدا بهتون میده. هاستتون رو یه شرکت دیگه خریداری کرده باشید که باز هم ممکنه بهتون یک کنترل پنل یا پنل مدیریتی دیگه داده باشه، یا هر دو تا اینا یک شرکت خریداری کرده باشه و یک پنل مدیریتی داشته باشید. پس تا اینجای کار ما یک پنل مدیریتی برای مدیریت هاست و دامنمون که بعداً بخوایم اونا رو تمدید کنیم داریم. اینو میذاریم کنار. یه پنل مدیریتی هاستمون رو داریم که حالا توی جلسه قبلی بهتون گفتم که ما دو نوع هاست داریم. یعنی به عبارتی توی ایران معمولاً دو نوع کنترل پنل وجود داره، یکی دایرکت ادمینه، یکی سی پنل، که ما با اینا هم کاری نداریم، میذاریم کنار، چون بعد از اینکه وردپرسمون رو نصب کردیم دیگه عملاً به این نیازی نداریم، مگر اینکه مشکلی برای هاستمون پیش بیاد یا مشکلی برای وردپرسمون پیش بیاد بخوایم اون مشکلش رو حل کنیم. پس دو تا پنل داشتیم، یکی برای مدیریت هاست و دامنه، یکی هم برای مدیریت هاستمون. اینا رو میذاریم کنار. یه پنل مدیریت دیگه داریم که بعد از نصب وردپرس به اون دسترسی داریم. اون چیه؟ پنل مدیریتی سایتمون که مال وردپرسه و روی سایت شما نصب شده که بهش میگن پیشخوان وردپرس. حالا ما میخوایم وارد این پیشخوان وردپرس بشیم. از کجا وارد میشیم؟ روی صفحه نمایش ببینید. شما وقتی وارد سایتتون میشید کافیه که انتهای آدرس سایتتون یه اسلش بنویسید و بنویسید wp_admin و اینتر بزنید. تو این صفحه‌ای که مشاهده میکنه ازتون یه نام کاربر کلمه عبور میخواد. خب این نام کاربر کلمه عبور کجان؟ توی مرحله‌ای که داشتیم وردپرس رو نصب میکردیم خودمون اونها رو انتخاب کردیم. به عنوان مثال توی جلسه قبلی که ما وردپرس رو نصب کردیم نام کاربریمون محمد بود. رمز عبورمون هم حالا انتخاب کردیم، وارد میکنیم. برای گزینه ورود کلیک میکنیم. صبر میکنیم تا وارد بشه. به راحتی وارد پنل پیشخوان وردپرس شدیم که این در از پنل مدیریتی سایت شماست. از این لحظه به بعد توی جلسات بعدی ما فقط با این پنل کاری داریم. دیگه نه با پنل هاست و دامنتون کار داریم، نه با پنل مدیریت هاستتون که یا سی پنل یا دایرکت ادمین یا هر پنل دیگه. کاری با اون نداریم. تماما تمرکزمون رو این بخش و سایت شما هم فقط از این بخش مدیریت میشه. دیگه کاری با بقیه قسمت ها نداریم. یک توضیح دیگه هم بهتون بدم. شما اگه ما این قسمت ها خروج بزنیم ممکنه یک زمانی شما کلمه عبورتون رو فراموش کرده باشید. کافی روی قسمت رمز عبورتان رو گم کرده کلیک کنید. نام کاربری یا ایمیلی که توی قسمت آموزش نصب وردپرس روی کنترل پنل هاست حالا یا دایرکت ادمین یا سی پنل ما داشتیم وردپرس رو نصب می‌کردیم، یه ایمیل مدیریتی ثبت کرده بود. کافی اون ایمیل اینجا وارد کنید و روی گزینه دریافت رمز تازه کلیک کنید. یه رمز جدیدی براتون به صورت خودکار ایمیل میشه که میتونید با اون مجددا لاگین کنید و رمز رو تغییر بدید. خب جلسه ما همینجا تموم میشه. فقط خواستم بهتون بگم که چطور میتونید وارد پنل پیشخوان وردپرستون بشید. خوشحال میشم اگه ویدیو رو دوست داشتید کانالمون رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برام یه کامنت بذارید. سپاس از همراهی شما.